این برگای اوکالیپتوس رو میخوام تو دیزاین این سیب استفاده کنم و میام جاهایی که سیب ها کنار هم قرار گرفته و فضای خالی به من داده رو با برگ اوکالیپتوس قشنگش میکنم. اگر حس کردم که این برگا خیلی بلنده یا از قدش کوتاه میکنم یا از سرش یه سر جدید براش میسازم و در نهایت سیبامونو با یه اسپری براق کننده خوشگل برق میندازیم تا توی سفره عقدمون جذاب‌تر به نظر برسه. میخوام با این اوکالیپتوس‌های خوشگل براتون این ظرف سیب قشنگ رو کاملش کنم و این سمتی که سیب نذاشتم رو میخوام با اوکالیپتوس و گلای خوشگلم کاملش کنم. برای اینکه ساقه داشته باشیم برای فرو کردن توی اسفنج، پایینای اوکالیپتوس رو تمیز میکنیم و به اندازه‌ای که توی اسفنج فیکس بشه فرو میکنیم داخل اسفنج با توجه به سلیقه و دیزاینی که دوست داریم. حالت برگ رو توی جاش مشخص میکنیم. چون این سرگل الان حالت خشکی داره، من سرگل جدید برای این برگم میسازم تا قشنگتر به نظر برسه و اون خشکیش دیگه دیده نشه. خب این آخری هم بزنم و برم سراغ ژیپس فولیا. با رزهای سفید قشنگمون ظرف سیبمون رو کامل کنیم. میایم رزمون رو کات میکنیم و جاهایی که هم دید داشته باشه، چون روی ظرف سیب ما این هست و اون پشت ظرف محسوب میشه، ولی چون ممکنه این سمت سیب هم توی فیلم برداری از یک زاویه بیفته، ما این سمت هم باید شکل کنیم، ولی به شرطی که دید گل به سمت روی اصلی کارمون باشه. من چون خیلی دوست داشتم که رز و اوکالیپتوس ترکیب بشه، از گل دیگه ای توی این کار استفاده نکردم. و در نهایت با 4 تا شاخه رز این رو به حالت فوق‌العاده زیبا در آوردیم. تقدیم شما.